بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان یقینا که هست لکم برای شما ای مسلمان ها فی رسول الله در رسول الله صلی الله علیه و فکر رسول الله صلی الله علیه و شخصیت رسول الله صلی الله علیه و اخلاق رسول الله صلی الله علیه و نظام اقتصادی رسول الله صلی الله علیه و سیاست رسول الله صلی الله علیه و دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در این که رسول الله صلی الله علیه و رهبر نظامی بود، در رهبر سیاسی بود، رهبر اقتصادی بود، رهبر اخلاقی بود در تمام بخش‌های زندگی. لقد کان یقینا که هست لکم برای شما فی رسول الله در رسول الله صلی الله علیه و سلم و در شخص رسول الله صلی الله علیه و اسوه حسنه، نمونه، رهبر، پیشوا، سیاستمدار، قانوندان، حقوقدان در تمام بخش‌های از کی اسوه‌تان هست حسنه. این دیگه که سواخ اسوه سیئه هستن و کلش غیر معصوم است. کلش مردمایی هستن مشکلات خود دارن، حتما در زندگی خود یک عیب داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم حسنه، الله را به نیک چیز کرده. این برای کی هستی رهبریت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ کی رهبر سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و دینی و مذهبی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم کی میگیره؟ این برای کی هستی رهبریتش؟ میگه لمن برای کسی است که کان او شخص هست یرجو الله، که اول امیدوار الله هست، الله را به وحدانیتش قبول داره. کسی که الله را به وحدانیتش قبول داره اسوهش کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و دیگه چی صفت داره؟ والیوم الاخر، دیگه این والیوم الاخر که دیگه بر روز آخرت هم ایمان دارن. و ذکر الله کثیرا، و این یاد کرده الله را، شریعت الله را، کتاب الله را، سنت رسول الله صلی الله علیه و خوب زیاد خوانده. هر قدر که قرآن بخوانی، هر قدر که حدیث بخوانی، به مو اندازه محبت تو با الله و رسول چی میشه؟ زیاد میشه. هر قدر فیلم سیل کنی محبت کی زیاد میشه؟ بچهای فیلم. هر قدر که سریال سیل کنی، فوتبال سیل کنی و مسابقه های سپورتی رو سیل کنی، محبتت کی پیدا میشه؟ که تو اونمو فوتبالر ولو که کافر باشه، باز عکسایش سر سینیت میمونی و موبایلت میمونی و تذکرت میمونی. حتی نامای اولادایت یگان طور که ببینی، باز نام بچه چیز وشال، نام بچه چیز سورج، نام دختر چیز پدما کهنه، نام دختر چیز مشم این پریم چوپرا، انا لله و انا الیه راجعون، بود، صنم، الهه، نامای کفری. این کلش از چی پیدا شد؟ محبت با هر کسی که محبتی. الله متعال میگه و ذکر الله کثیرا، این محبت بر کی پیدا میشه که اسوه خود رسول الله صلی الله علیه و میگیره؟ به کسی که کتاب الله را زیاد خوانده. این ذکر است ما شما که میکنیم. اصل ذکر چی است؟ الله میگه ما ذکر نازل کردیم. چی است ذکر؟ قرآن عظیم شان است. ما شما ذکر چی میگیم؟ یک دان تسبیح که بگی، یگان طرفی ببینید در مجلس رقص هم شش تک تسبیح کم تو میدست دستش این طرف کردن میره. خود ذکر گفتن نمیشه. ذکری است که قرآن بخونی، مطابق قرآن زندگی بکنی. و ذکر الله کثیرا، قرآن زیاد خوان، حدیث زیاد خوان، در مجلس ازی چیز کن. این باز این میگه رهبر خود کی میگیره؟ رسول الله صلی الله علیه و هیچ راگم نمی باشه، هیچ راگم نمیشی، هیچ کل مردم سرگردان از تو اصحابت آرام. ولما را المؤمنون الاحزاب، آل میگه منافقین خون تو عادت داشتن، اون تو مشکلات داشتن، گپای چتی چتی گفتن. نه، آل میگه مؤمنا چی میگفتن؟ مؤمنا که میگه لشکرهای کفر دیدن، سختی ها را دیدن، مشکلات دیدن، کلشان الله صفتشان میکنه. ولما، اما در مقابلش مقایسه میکنه الله متعال. در آیات قبلی چند آیات براتون گفتیم که منافقین چی عادت داشتن، که یا فرار میکردن، یا میگروختن، یا تبلیغات منفی میکردن، یا سر الله و رسول شک میکردن. کل او گپای از اینا رو گفت. آل مؤمنین حقیقی چی میکنن؟ ولما را المؤمنون الاحزاب، و هنگامی که مؤمنان حقیقی اصحاب جان نثار رسول الله صلی الله علیه و سلم، اصحابی که الله متعال شهادت داده که اینا مؤمن بودن، سبحان الله، اصحاب خود، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله سرشان چی شهادت داده؟ مؤمنون. انا لگه کسی میگه که مؤمن نیستن، ابوبکر مؤمن نیست، عمر مؤمن نیست، علی مؤمن نیست، حسین مؤمن نیست، عثمان مؤمن نیست، این مؤمن نیست، عایشه مؤمن نیست، اینجا باز چی میشه؟ به آیت قرآن کافر میشه. ولما و هنگامی که را المؤمنون دیدن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، مردهای صحابی و زنهای صحابیات، وقتی که نادیدن الاحزاب، احزاب را، قالوا گفتن هذا ما وعدنا الله و رسوله، گفتی وعده الله و رسولش است که سر مسلمان ها سختی ها و مشکلات میایه. آمد
اهلا و سهلا. و صدق الله و رسوله، گفتن راست گفته الله و رسولش. الله و رسولش. و چی گفتن کافران و منافقا؟ گفتن غرورا. منافق گفتن غرورا، مکر فریب، یا گفتن صدق الله. و قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. امی حمله دشمنای اسلام به شکل دستجمعی و گروپی، کل ممالک کفری، منافقین از داخل و کافر از بیرون و یهود هم از اون طرف، کل حملای از اینا بالا از اینا چی تاثیر کرد؟ و ما زادهم زیاد نکرد برشان الا ایمانا و تسلیما. هنوز ایمان از یارا قوی ساخت، هنوز تسلیمی از اینا را، فرمان برداریشان را به الله زیاد ساخت. من المؤمنین، بعضی از مؤمنان، رجال، کسایی هستند که صدقوا ما عاهدوا، که راست کردن آنچه که عهد کرده بودن با الله. ما صدقوا ما عاهد الله علیه، اینا صادقانه امو تعهد خود با الله انجام دادن. فمنهم من قضى نحبه، بعضی از اینها چی کردن که پوره کردن امو اقرار خود را، یعنی بعضی از اینها حتی به شهادت رسیدن. و منهم من ینتظر، و بعضی دیگرایشان منتظر از این بودن که چه وقت شهادت نصیب ما میشه. و ما بدلوا تبدیلا، و هیچ یا تبدیل نکردن، خودشان هم تبدیل نشدن و هیچ چیز را تبدیل نکردن. چرا این شهادت است؟ چرا این مقام برای بنده های الله داده می شود؟ لیجزی الله الصادقین، تا که الله متعال پاداش بده راستگویان را به صدقهم، در مقابل صدقشان. و یعذب المنافقین ان شاء، و عذاب بکنه منافقان را اگر بخوای. او یتوب علیهم، یا ای که منافقات توبه بکنن باز الله توبهشان قبول بکنه. ان الله کان غفورا رحیما، یقینا که الله متعال بخشاینده و مهربان است. و رد الله الذين كفروا، آلیا میگفتن که کافران نمیرن، نه دیگه یک دفعه که آمدن دیگه یا هیچ شور نمیخورن. الله متعال میگه وقتی که قدرت الله و نصرت الله بیای، بازی کافر را ببینی که خودش فرار میکنه. و رد الله الذين كفروا، و واپس کرد، رد کرد الذين، کسانی را که کفروا کافر شدن، بغیظهم، الله متعال اینا را واپس کرد، اینا را برگشتن، یا پس رجوع کردن، پس انسحاب کردن، عقب نشینی کردن، گریختن، فرار کردن. کی؟ کافران. بغیظهم، با وجود از اینکه بسیار جگرخون بودن، خشمناک بودن، میلیون ها میلیون دلار و میلیاردها میلیارد از دستشان پس مصرف هایشان شده بود و تبلیغات کرده بودن، زحمت کشیده بودن، کلش دلایشان کفید. لم ینالوا خیر، هیچ نیافتن کدام نیکی. و کف الله المؤمنین القتال، و کافیز برای انسانهای مؤمن حقیقی جهاد. وقت مؤمن واقعی می باشه که او حقیقتا مجاهد باشه. و کان الله قویا عزیزا، و فکرتان باشه که الله به این جهاد شما و جنگ شما هم نیاز نداره. الله متعال قوی هست و عزیز و بسیار غالب است، اگر خواسته باشه اینا را در یک لحظه از بین میبره، لکن شما را امتحان میکنه. و انزل الذین، و الله متعال میگه خب کافرها رفتن، این منافقا و این یهودیایی که خیانت کرده بودن در مدینه و چطور شد؟ میگه الله متعال و انزل، و پایین آورد الذین، کسانی را که ظاهروهم، مدد کرده بودن، کمک کرده بودن بر از کافرای خارجی، من اهل الکتاب، از اهل کتاب که یهودیا بودن. اینا را چی کرد؟ میگه اینا را بیرون کرد، من سیاسیهم، از قلعه هایشان. و قذف فی قلوبهم الرعب، میگه باز انداخت در قلب های از اینا چی؟ ترس. چرا رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که نماز دیگر کس نخوانه مگر در بنی قریظه. بنی قریظه دیگه یهودیایی بودن که اونا بسیار جنایت کرده بودن. الله متعال میگه و قذف فی قلوبهم الرعب، در قلب‌های از اینا ترس انداختن. فریقا تقتلون، که باز رفتن یک تعداد از اینا را مردار کردن، مسلمان‌های یهودیایی که خیانت کرده بودن، مردهایی که در جنگ اشتراک کرده بودن، از عقب سر پیغمبر و سر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله سر مسلمان‌ها حمله کرده بودن. و تأسرون فریقا، و یک گروه دیگه از اینا را چی کردن؟ باز اینا را اسیر گرفتن. باز میگفتن تقریبا وقتی که اونجا فیصله شد، وقتی که فیصله شد و چی شد؟ اینمی جوانای از اینا که در جنگ بودن، اونا میگه میبردن 10 نفر امی سرای از اینا را برشان چی میکردن؟ قطع میکردن. ایده حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله جزای اینمی مردم ها داده شد. حالا اگه اینمی گپ در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله مال بسیاری کسا که اگر اینمی چیز بخونه، باز حتی سر رسول الله صلی الله علیه و آله و سر صحابه و سر اسلام چی میکنن؟ شک و بیدینی میکنن، در حالی که اون هست.
و اورثکم آل زمینشان چی شد؟ و اورثکم الله متعال میگه به میراث داد شما را ارضهم زمینشان را و دیارهم و خانه هایشان را و اموالهم و مال هایشان را و ارضا لم تطئوها و او زمینی که هنوز شما او را پامال نکردین، او زمین های دیگه شان هم. و الله علی کل شیء قدیر و یقینا که الله متعال هست بر هر چیز توانایی. مسلمان ها حتی زمینشان خیبر هم فتح کردن. یا ایها النبی، ای نبی صلی الله علیه و سلم، قل بگو لازواجک ان کنتن وقتی که مسلمان ها غنیمت گرفتند و مال گرفتند و بر مسلمان ها تقسیم شد دیگه پا شد، همسرای رسول الله صلی الله علیه و وقتی که برشان خبر رسید که در دیگه جاها که هست رهبریت سیاسی، خود رسول الله هم رهبر سیاسی مسلمان ها است و رئیس حکومت اسلامی هست، بر از اینا گفتن که این حکومتی که از رسول الله صلی الله علیه و هست، شما ببین زن پادشاه فارس و زن امپراتوری روم این طلاها دارن، این زیورات دارن، گوشهای خود 6 جای غار کردن، یک گوشواری طلا خونه، یک گوشواری طلا اینجاست، باز یک تا گوشواره که دیگه طلا باز یک اینجا داره، یک چسبک بالا اینجا داره، یکی دیگه اینجا داره، و الماس چی میگه، و انگشتاشون کلشی است و دستایشون هم چوری است، کرای کتاوی قسمی دارن. از ازواج مطهرات هم وقتی که گپا رو شنیدن آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و که ما هم خو خانم رهبر سیاسی مملکت هستیم، ما خود به حساب رسول الله صلی الله علیه و رهبر دولت اسلامی هست، کلانترین مقام شخص اول مملکت است، ما هم میخوایم که برای ما هم مثل از اونها چی باشه، اما امکانات اقتصادی بسیار عالی باشه. الله متعالی آیت قرآن نازل کرد، برش گفت که یا ایها النبی، ای شخص بزرگوار، ای رسول الله، ای نبی الله، ای شخصی که الله متعال تو را قدر دوست داره و تو احترام میگذاره که حتی نامت نمیگیره با همون لقب زیبای تو را یاد میکنه. گفت ای نبی صلی الله علیه و سلم، قل بگو لازواجک که برای همسرانت، بر از اونا بفهمان که ما خود مادی پرست نیستیم، ما خود کل چیز مثل از رو با مشابهت نمیکنیم که از اونا که موتر داره و ما باید داشته باشم این گپا رو که بکنی باز معنویت تو ختم شد. تو باید از این مالی که در اینجا میرسه و خود کلش مال ملت هم میخورن، برای خود طلا و نقره و ترا میخورن، برای خود چیز میکنن. یک وقت یک خانم آمد در خانه عمر ابن عبدالعزیز، پرسان کرد کجاست خانه عمر ابن عبدالعزیز؟ عمر ابن عبدالعزیز یک 3 قاره جهان بیرق اسلام بالا کرده، در 3 قاره جهان. او وقت 3 قاره کشف شده بود، اروپا و آسیا و افریقای امریکا و استرالیا و انتارکتیکا یا کشف نشده بود. در این 3 قاره بیرق عمر ابن عبدالعزیز بلند بود و عدالتشان که مردم می آمدن که در خانه عمر ابن عبدالعزیز می آمدن که عمر ابن عبدالعزیز وقتی که اقتصاد اسلامی را تطبیق کرد، نفرای بیت المال می آمدن از ولایت‌ها که از هر مملکتی که او وقت خو مملکت نبود، یک جهان اسلام یک حکومت اسلامی بود. این دیگه منطقه که بود کلش ولایت ها بودن، افغانستان و پاکستان، اینا کلش برام ولایت خراسان، ولایت العراق، ولایت الشام، ولایت مصر، این تو ولی ها بودن. این قسم کل از این جهان اسلام بود، این کلش وطن ما و شما بود. این نقشه رسول الله صلی الله علیه و بود، نقشه عمر ابن عبدالعزیز است، خلافت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه. حالی که تقسیم بندی قومی شده، این خود نقشه انگلیس است، این خطهای انگلیس است، سایز بیکو، سایز و بیکو فرانسوی و انگلیس و اینجا که ما شما میگیم که دیوران کی است؟ خط دیوران خط انگلیس است که مسلمان ها اینم تو تقسیم بندی کردن. والی ها می آمدن برای عمر رضی الله عنه میگفتن عمر بن عبدالعزیز که در سرزمین ما هیچ چیزی یافت نمیشه، فقیر، مال زکات از اغنیا میارن، بیت المال از مال پر است، حال کس نیست که بگیره. عمر بن عبدالعزیز برش گفت که برین ببینین اگر کس چی باشه، غلام ها باشن، از این بیت المال کلش آزاد کنین. باز آمدن که یا عمر خزانه پر است، میکفه از مال، اغنیا زکاتش آورده میره، فقیر نیست که بگیره. گفت که چی کنین؟ برین ببینید اگر جوانا که ازدواج میکنن این جوانا را از بیت المال برشان چی کنین؟ بر کلشان همسر بتین. کاش که نال عمر ابن عبدالعزیز میگید کل ما و شما ولید را میگرفتین، ما دومی را میگرفتیم، یگان تا که 2 تا داره 3می میگرفت دیگه.
برین جوانا را گفت از همین مصرف ازدواج و فامیل گپایشون برشون چیز کنید. اینی قسم بود در زمان عمر ابن عبدالعزیز. اصل گپ سر چی است که در اینمی حالتی که عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه در منطقیش یک گدایگر یافت نمیشه، یک خانم از یک منطقه میگه می خانه او خانم است که در خورترکی عمر ابن عبدالعزیز کلان کرده و خدمتش کرده. ای از دیگه ولایت می امی عمر ابن عبدالعزیز کجا صدا میکنه کجاست یا عمر؟ یکی میگه که سهل میکنه کجاست خانهش؟ کجاست قصرش؟ بگه نه بابا او قصر نداره، اون اونجا یک خانه که از بسیار عادی هست مثل دیگه مسلمان ها باره که میره که خانمش دیگ پخته میکنه. یکی سهل میکنه خلیفه مسلمان ها این قسم از خانش، این خانم از یک است خانم عمر ابن عبدالعزیز دختر عبدالملک ابن مروان بود و برادرش ولید نام داشت. دیگه برادرش هشام ابن عبدالملک و ولید ابن عبدالملک. عبدالملک ابن مروان وقتی که این خلیفه مسلمان ها میشه باز عبدالملک ابن مروان باز ولید ابن عبدالملک میشه که بیادر از امی است. بعد از او دیگه بیادرش که هشام است. این عمر ابن عبدالعزیز وقتی که خلیفه مسلمان ها میشه زیورات خانم خود که این خلیفه قبلی گرفته مثلا از بیت المال کلش روان میکنه در بیت المال، میگه حق ما نیست. این خانم از این خودش دیک میکنه، این زن میبرزی میگه این خانه شما چرا تر است؟ این چقدر فقیرانه هست. بازی خانم بسیار با شخصیت است. خانم عمر ابن عبدالعزیز دختر خلیفه قبلی و خواهر خلفا، شوهرش هم خلیفه تیر شد، دو بیادرش هم و پدرش هم. این برش میگه که خاله جان خانه ما ویران است که خانه امت آباد است. نفهمیدین؟ خانه ما چی است؟ خانه ما خراب است که خانه امت اسلام آباد است. اگر ما خانه خدا آباد میکردیم باز چی میشد؟ خانه امت اسلام خراب میشد. ما هستیم که اضافه از حق خود زیاد نمیگیریم، برای هر کس حقش میرسه. از این خاطر بیت المال پر از مال است، کس نیست که بیای خیرات بگیره. کلگی صاحب کار است، صاحب کسب است، خودش غنی هست، خودش امکانات داره. اینی اقتصاد اسلامی هست. از این خاطر همی کسی که کتاب 1001 اختراع هست 1001 inventions یک کتاب است به نام 1001 inventions اختراعات، یک در اینترنت بپایین خوب یک کتاب است. این میگه که مسلمان ها 1001 اختراع کردن. بسیاری چیزا است که مسلمان هایی را اختراع کردن، از کمره گرفته تا وسایل تا طیاره تا وسایل مثلا مواد اینمی بام اینمی چیزا یار کلش که شما بکردین 1001 اختراع مسلمانان رو میگه. مؤلف از این میگه یک انگلیس مرا گفت که تو پروفسور مسلمان هستی، تو تحقیق کو که مسلمان ها که 11 قرن در 3 قاره دنیا حکومت میکردن اقتصاد از یا کدام اقتصاد بود در کل دنیا امنیت آورده بود که ما از امو پیروی بکنیم. اقتصادهای ما خود کل مردم. اتحاد شوروی به خاطر اقتصاد سوسیالیستی چند میلیون انسان کشت که ما میتونیم که اقتصاد خود تطبیق بکنیم خوبش است. پسان 70 سال بعد فهمیدن که به درد نمیخوره. این دیگه اقتصادی که هست کل مردم تکه تکه کرد. حالا در عراق نفت است حمله کنین در عراق، حالا در افغانستان زیرزمینی هست یورانیم هست حالا حمله کنین سر افغانستان. زد کل دنیا را در غم و در جنگ. هر روز عوضی که امنیت خوبتر شود امنیت خراب شده رفته. 20 سال پیش از امنیت حالی که خوب بود، 20 سال بعد بسیار آرامش بود. حالی که هست بیخی وضعیت خراب است و 20 سال بعد اگر همین نظام جهانی که امروز هست همی باشه، همین اقتصاد جهانی باشه، هنوز خراب شده میره. دیگه گفتی بر من گفت که تو بخی سر ازی تحقیق کن. باز میگه من تحقیق شروع کردم. باز میگه او شخص فوت کرد، رئیس یکی از پانتونه ها بود. باز من همون یک کمکی که تحقیق کرده بودم دیگه چیز نشد. باز همین یک کتاب رو پیدا کردم که همین اختراعات مسلمان ها را که در اون وقت مسلمان ها در ساینس و در تکنولوژی و در اقتصاد و در هر ساحه اول نمره بودن. از این خاطر 11 قرن یا حکومت کردن. آل به خاطر ازی که زنهای پیغمبر خود با زنهای امپراتور تشبیه نکنه آیت قرآن نازل شد. گفت یا ایها النبی، ای شخص با عظمت، ای شخص با کرامت، ای نبی الله، قل لازواجک، بگو برای همسرانت، ان کنتن، برشان بگو که ای ازواج مطهرات،
این حق شماست. این کنتن، اگر شما علاقمند هستین، کنتن تردن، اگر شما اراده دارین، علاقمندی دارین، الحیات دنیا، که زندگی دنیا داشته باشین، و زینتها و امی زیورات و زینتهای دنیایی را که بر شما قصرها ساخته شود، خانه های لکس داشته باشین، طلا و زیورات داشته باشین، فتعالین، پس پیش ما بیاین، امتع کنه بر شما یک مقدار از سامان و وسایل زندگی دنیا را میتم، لکن و اسرح کنه، و رخصت میکنم شما را، طلاق میتم شما را، سراحا جمیلا، بسیار با آزادی. برین از پیش پیغمبر، پشت دنیا پرستی و پشت پیسه پرستی و زیور پرستی و طلا پرستی. زن پیغمبر که من هستم، من نمیتونم که یک روپیه هم از بیت المال بر شما شور بودم و بیارم بر تو چیز بودم. این طلاهای کرگکی قدر کتا کتا و این موترهای بسیار بزرگ بزرگی قصرها و تراک است، این والا دیگه به پیسه حلال بسیار مشکل است. اینا گفت و این کنتن، ایره برشان بگو، اگر این قسم دنیا را میخواین طلاق بگیرین. و این کنتن تردن الله و رسوله، اگر شما علاقمند هزی هستین، علاقمند الله و رسولش هستین، اراده دارین که الله را راضی بسازین، و رسوله و رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله را دوست دارین، رسولش را دوست دارین، و دار الاخره و آخرت دوست دارین، فإن الله، پس یقین داشته باشین که اعد آماده کرده للمحسنات، برای زنان نیک منکم از شما، اجرا عظیما، اجر بسیار بزرگ. بعد از این میگه اولین کسی که رسول الله هم کسی مشوره کرد، ام المؤمنین عایشه صدیقه مادر ما و شما رضی الله عنها، از این پرسان کرد، گفت برو از پدرت پرسان بک از ابوبکر صدیق که تو چی مشوره میده. بازو برش گفت که ما در این مسئله با پدرم مشوره نمیکنم، من الله و رسولش اختیار کردم، همین زندگی با رسول الله صلی الله علیه و سلم ما اختیار کردیم. و دیگه ازواج مطهرات هم آمدن گفتن ما الله و رسولش اختیار داریم، اختیار کردیم، ما پشت دنیا نمیگردیم. یک گپ بود گفتیم، ما دیگه قدر نمیفهمیدیم که یک گپک خوردم ما، یک دانه کرگک طلای قدر خطرناک است. از این خاطر ما گفتیم نه خلاص، ما الله و رسولش اختیار کردیم، نه طلا میخوایم، نه زیورات میخوایم، نه زینت دنیا را میخوایم، نه قصر میخوایم، نه هیچ. اونمو زندگی عادیه که الله و رسولش برای ما اختیار کرده، خوش داره امی زندگی را. ببینید از این معلوم میشه که الله و رسولش قضیات چیز خوش نداره. و مو دوستای خوب خود کسی که به الله بسیار محبت داره این چیزا را نداده. شما میگید فلانی مولوی صاحب است، فلانی شیخ الحدیث است، فلانی دعوتگر است، فلانی پیغمبر است، فلانی صحابی است، هیچ چیز نداره بیچاره. چرا؟ از حلال پیدا کردن بسیار مشکل است. دیگه چی دست برشان گفت؟ یا نساء النبی، ای همسران شخصیت بزرگوار، من یأتی منکن، هر کسی که بیاید از شما به فاحشت مبینه، با کدام اعمال خراب آشکارا، یعنی کدام گناهی را بکنه، از شما مشکلتان چی است؟ به می اندازه که شخصیت شما عالی هست، باز اگر شما گناه میکنین باز جزای شما هم دوچند است. از این خاطر وقتی که شخصیت عالی شد باز گناه از او چی میشه؟ دوچند میشه. حالا اگر مثلا یک نفر عادی میره در هتل زیر ساز میشینه، اگر یک چند عذاب شوه، از او شخص دیگه که با لنگه و باریش و با عمامه و چیزا میره زیر دول و ساز میشینه، باز از این دوچند است. پس تو وقتی که در تو مجلس فسق و فجایع میشینی، تو خود ریش رسول الله صلی الله علیه و به عزت ساختی، تو خود لنگی رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو دین اسلام، تو شخصیت رسول الله صلی الله علیه و چی کردی؟ تو در مسند رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو عالم هستی. اینا تو که زیر ساز و زیر دول و با این لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم این کارهای خراب میکنی، باز گناهی تو دوچند است، زیادتر است. از این خاطر میگه که یکی عوام الناس است که بی سواد هستن، یکی کسایی هستن که قرآن و سنت میفهمن و تعریف میکنن، میگه گناه صغیره گناه عوام است و گناه کبیره گناه علما هست. از عالم هر گناهش کبیره حساب میشه. شما که قرآن هم میفهمین، تفسیر هم میخواین، حدیث هم میخواین، بخیر شهادتنامه ترجمه رو بگیرین، شما به حساب تو قرآن شناس شدی. وقتی که قرآن شناس شدی، شهادتنامه قرآن شناسی رو گرفتی، باز هر صغیره تو کبیره حساب میشه. تو باز خودم مقایسه کردی، یک آدم بی سواد، یک بیچاره غریبه که هیچ الف ب ت س و قرآن نمیفهمه، مقایسه نکن. از این خاطر بعضی علما فرق بین کبیره و صغیره در این نقطه هم کردن. متوجه هستین؟
یا نساء النبی، ای همسران شخصیت بزرگوار، ای همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، من یأتی منکن، هر کسی که از شما اگر بیاید به فاحشه مبینه، به گناه آشکارا، یضاعف له العذاب ضعفین، باز بر از عذابش دو چند میشه، ضعفین، زیاد میشه عذاب از ضعفین دو چند. و کان ذلک علی الله یسیر، و این بالای الله بسیار آسان است. همین قدر که شخصیت عالی ساخت، باز اونم قسم گناهی تو هم همین قسم چی هسته؟ بزرگتر است نسبت به گناه کسی دیگه ای که او جاهل است و او شخصیت عالی نداره. و ما یقنط منکن لله و رسوله، الحمدلله، در سپاره 22 رسیدیم. الحمدلله و شکر لله و لا اله الا الله و لا حول ولا قوه الا بالله. یعنی قدرت از این ما نداشتیم که در اینجا برسیم و توانایی هم نداشتیم، با عظمت الله و به توفیق الله ما و شما در سپاره رسیدیم. این توفیق الله است، شکر الله را بکنیم. و من یقنط منکن لله، و الله متعال میگه به همین همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، و من هو، هر کسی، یقنط فرمان برداری میکنه، ای ازواج مطهرات منکن، از شما فرمان برداری کی نمیکنه؟ لله، برای الله فرمان برداری میکنه، و رسوله، و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان برداری میکنه، و تعمل صالحا، و اعمال صالحه میکنن، نؤتیها اجرها مرتین، الله متعال میگه باز اجر از اینا را دو چند برشان میتیم، و دو بار برشان اجر میتیم، هم اجر دنیوی هم اجر اخروی، عزت های بسیار زیاد. و اعتدنا لهم رزقا کریما، الله متعال میگه و ما برازمیش همین کسایی که از شما همین قسم اطاعت از الله و رسولش میکنه، باز برش رزق کریم. رزق کریم چی است؟ یعنی جنت الله. یا نساء النبی، ای همسران شخصیت بزرگوار که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، لستن، نیستید که احد من النساء، مانند یکی از زنهای دیگه عادی. ان اتقیتن، اگر شما زنها تقوا کردین، فلا تخضعن بالقول، پس نرمی نکنین در سخنانتان. پس بر زنهای مسلمان یک پیام است که زن مسلمان نباید بر مردای نامحرم شیرین زبانی و سخنهای نرم بگویند. مثل که بعضی زنها در رادیو مثلا شعر میخوانه، دختری عاشقکی، معشوقه صدای خود بسیار هم تو باز با ناز میخونه، یا خواندن میکنه با ناز، یا رقص میکنه، یا حرکت میکنه، این از این معلوم میشه. یا بعضی کساس نامزادش هنوز نامزاد است، کتش نکاح نکرده، بعد از دیگه بسیار سلام و خوب هستین، چطور هستین، در از چی میگه؟ الله میگه نکوی کارا رو، تو دختر مسلمان که هستی، این هنوز نامحرم است. یا بعضی زنها رو ببینید که دکاندار که میره، بیپار مستینا، شما را همیشه دوست دارم. الله متعال میگه که فلا تخضعن، این زنهایی که مادرای مسلمان ها هست، چون صحابه کلشان به همراه رسول الله چه قسم برخورد میکردن؟ اصحاب رسول الله میگه مادر ماست، میگه ولو که مادر شما هستی، فلا تخضعن بالقول، پس شما باید نرمی نکنین در چی؟ در سخنایتان. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی، باز طمع میکنه، الذی، او کسی که فی قلبه مرض، در بین مردم خود کلش یک قسم نیست، بعضی منافقا هستن، بعضی کسایی هستن که قلبایشون مریض است. الله متعال میگه که شما خانم ها که مادرای مسلمان ها هم هستین، نرم زبانی بر از اونا نکنین. اگه کدام وقت گپ هم میزنین، اما تو گپای تند و جدی سخت بسیار چی نکنین، تو سخنای نرمک که چیزی. فیطمع، چرا باز طمع میکنه، الذی، او کسی که فی قلبه، در قلبش مرض است. و قلنا قولا معروفا، و بگوین سخنهای بسیار معروف و طریقی مناسب، فقط به اندازه ضرورت، اما تو کلمات درشتی که کفایت میکنه که جانا مقابل بفهمه که شما جوابش گفتین. و قرن فی بیوتکن، و شما همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کنین؟ زیادتر استقرار داشته باشین. در کجا؟ در خانه هایتان. قرن و قرن، یه دو روایت چی هست، میگه قرن باشین در منازلتان و با وقار زندگی بکنین. زندگیتان باید با چی باشه؟ با وقار، با ستر، با حجاب. اینی قسم. ولا تبرجن، و چی نکنین؟ و زیاد تبرج نکنین، تبرج الجاهلیه، یعنی زیاد خود ظاهر نسازین، زیبایی هایتان آشکار نکنین، زیاد بیرون نگردین، مثل بیرون رفتن و بیرون نمودن زنهای عصر جاهلیت. زنهای جاهلیت عادتشان چی بود؟ جاهلیت اولا، جاهلیت اولی که بیکار میماندن بازار برو، بیکار میماندن مارکیتا برای،
تمام روز بیرون برو، تمام روز بگرد و کت محرم و نامحرم و کت ازی و چادر هم یگان تاش هم تو کشال منداخت، یگان تاش پشت سر خود شخت گری میکرد، اما تو میبرآمد و یخنش معلوم میشد، رویش معلوم میشد، چهرهش معلوم میشد. الله متعال گفت که شما زنهای با شخصیتی هستین که همسر یک شخصیت بزرگوار هستین، شما باید همین قسم بکنین. و هر زن مسلمان و مؤمن و متدینی که اسوه خود رسول الله صلی الله علیه و و ازواج مطهرات میگردانه، اینا هم باید اینمی قسم باشن. و اقیمنا الصلاة، شما خوب نماز برپا بکنین، خودتان، اولادایتان، حتی شوهرتان، برادرتان، دوستایتان دعوت بکنین به طرف اقامه نماز، برپایی نماز. و آتین الزکات، و شما هم وقتی که زن هم مستحق چی شد، به حد چی رسید، به حد نصاب رسید، مکلف است که زکات بده. و اطیعن الله و رسوله، و اطاعت بکنید از الله و رسولش. انما ای اوامر الله چرا میکنه؟ میگه الله متعال ای اوامر به خاطر ازی میکنه که انما یرید الله، الله اراده کرده است که لیذهب عنکم الرجس، که امی پلیدی های اجتماعی و اخلاقی و فکری را از شما دور بکنه. اهل البیت، ای ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببین ازواج مطهرات از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داره باید اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی داشته باشه؟ دوست داشته باشه. چون الله اینا را دوست داره، میخواد که اینا پاک شون، همسرایش، اولادایش، نواسایش، حتی دامادهایش. اهل البیت و یطهرکم، و پاک میگرداند شما را تطهیران به پاکی. و اذکرن، و یاد کنین ما یتلا، آنچه که تلاوت می شود، فی بیوتکن، در خانه های شما، من آیات الله، از آیات الله که آیات قرآن عظیم الشان است، و الحکمه، و از احادیث سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم. این چی معنا؟ معنایش است که پاکی توسط دو چیز میشه. توسط چی؟ توسط قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. پاکی اعتقادی، پاکی ایمانی، پاکی اخلاقی. ان الله کان لطیفا خبیرا، یقین داشته باشین که الله متعال بسیار باریک بین است، نقاط دقیق شما را محاسبه میکنه. خبیرا، بسیار باخبر است. ان المسلمین و المسلمات، یک تعداد خانم آمدن گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیات قرآن بسیاری وقتا ضمیر جمع برای مذکر میآید، ما خب میفهمیم که ما هم در خطاب هستیم، لکن اگر یگان وقت تو کلمات مشخص برای خانم ها که اونا هم نامشان در قرآن ذکر شده، الله متعال امی خواهش خانم ها را هم پذیرفت. چرا وقتی که در آیات قرآن گفته میشه که اقیموا الصلاة، شما مؤمنا کلتان چی کنین؟ نماز بخونین. دیگه نیاز نیست که مذکر شلاده شو و مؤنث شلاده شو. گفت اقیموا الصلاة، کلگی چی میکنن؟ شامل ازی میشن. چرا در عربی که است کلمه حرف مؤنث وقتی آورده میشه به خاطر جدایی. حالا وقتی که میگه عایشه تو زوج رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه چرا نگفت زوجت رسول صلی الله علیه و سلم؟ میگه اینجا خب نیاز نیست دیگه. خب وقتی که عایشه هست زوج رسول الله صلی الله علیه و سلم است، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حالا در فارسی کی میگیم که عایشه همسری رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میگیم همسره. یگرده که زیاد میکنیم. ها؟ اینه. یا نمیگیم که زن چرا گفتی؟ بگو زنه، یگردک بده. یگانه که دم یگردک بسیار خوشحال است. دو نیاز به اون است. وقتی که نیاز نبوده که چرا کلمه را خراب بسازیم؟ وقتی گفتی همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، بفهمه که همسرش است. ها؟ اینول بعضی کسا در اونجا انتقاد میکنن. اما الله متعال همینجا هم برای خانم ها امی خواهشانه الله متعال برشان چی کرد؟ پذیرفت. چرا ازواج مطهرات و زنهای دیگه اصحاب که صحابیات بودن، الله متعال اونا را بسیار با عزت و با شخصیت قرار میده. گفت که ان المسلمین، یقینا مردای مسلمان، والمسلمات، و خانمها و خواهرای مسلمان، والمؤمنین، و برادران و پدران مؤمن، والمؤمنات، و همچنان خواهرها و مادرای مؤمن، والقانتین، و مردان فرمان بردار، والقانتات، و زنان فرمان بردار، والصادقین، و آقایان راستگوی، والصادقات، و خانمهای راستگوی، والصابرین، و اشخاص صبر کننده، والصابرات، و شخصیتهای صبر کننده خانمها، والخاشعین،
والصابرین و مردان عاجزی کننده، والخاشعات و خانمهای عاجزی کننده، والمتصدقین و مردهای صدقه دهنده، والمتصدقات و خانمهای صدقه دهنده، والصائمین و مردهای روزگیر، والصائمات و خانمهای روزگیر، والحافظین فروجهم و مردهای حفظ کننده شرمگاهایشان، والحافظات و همچنان خانمهای حفظ کننده، والذاکرین الله کثیرا و مردهایی که ذکر الله را زیاد میکنن، قرآن را زیاد میخوانن، سنت را زیاد میخوانن، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ای اذکار صبح و شام هم زیاد میگن کثیرا این مردها. والذاکرات و همچنان خانمهایی که زیاد قرآن و سنت میخوانن و اذکار مسنونه را همیشه ادا میکنن. اینا خانم ها و آقایان، خواهرها و دخترای مؤمن و پسران و فرزندای مؤمن، اینا چی ارزش دارن؟ اعد الله لهم مغفرت و اجر عظیم. آماده کرده الله متعال بر از اینا مغفرت و اجر عظیم بسیار بزرگ. دیگه حکم چی میگن؟ انسان های مؤمن دیگه چی صفت می داشته باشن؟ میگه این صفت خدا دارن که مسلمان هستن، مؤمن هستن، قانت و فرمانبردار هستن، صادق هستن، صبر کننده هستن، خاشع و عاجز در مقابل الله خشوع میکنن، صدقات میتن، روزه میگیرن، محافظت از عورت خود میکنن، ذکر الله را قرآن و سنت بیشتر میخوان. یک صفت دیگه ای است که مرد مؤمن و زن مؤمن وقتی که برش کتاب الله و سنت رسول الله گفته شد، باز نظریه پردازی در مقابل از این نمیکنن، نمیگن که نظر ما است. و ما کان و شایسته نیست لمؤمن برای مرد با ایمان ولا مؤمنت و برای یک خانم با ایمان اذا قضى الله و رسوله وقتی که فیصله بکنه الله و رسولش امرا یک کاری را ان یکون لهم الخیار ای که باشه برشان اختیار. باز بعد از او در مقابل قرآن و سنت کسی اختیار نداره من امرهم در امورشان. و من یعص الله و رسوله و کسی که معصیت میکنه مخالفت میکنه با الله و رسولش، با کتاب الله مخالفت میکنه، ای آیت قبول ندارم، با حدیث رسول الله من سنت و حدیث قبول ندارم، الله متعال میگه فقط ضل ضلالا مبینا، یقینا که ای گمراه شده و گمراهی آشکارا.